نگرانی پدر خانواده. فرانتس کافکا. برخی میگویند ادرادک ریشه اسلاو دارد و میکوشند از این طریق شکل گیری آن را توضیح دهند. دیگران عقیده دارند که این واژه از زبان آلمانی مشتق شده و از اسلاوی فقط تأثیر پذیرفته است. اما به سبب عدم قطعیت هر دو نظریه به حق میتوان نتیجه گرفت که هیچ یک از آنها صحت ندارد. به ویژه اینکه در هیچ یک از این زبانها نمیتوان مفهومی برای این واژه پیدا کرد. بیشک اگر موجودی به نام ادرادک نمی بود، کسی به چنین مطالعاتی نمی پرداخت. ادرادک در نظری اجمالی به قرقره‌ای پهن و ستاره شکل شباهت دارد. واقعا هم به نظر می رسد به دور آن نخ پیچیده شده است. البته گویا کلاف سردرگمی از نخهای تکه پاره، کهنه، جور و جور و رنگ به رنگ را دور آن پیچیدند. با این همه ادرادک قرقره‌ای خشک و خالی نیست، چرا که از وسط ستاره میله چوبی کوچکی اریب بیرون زده است و میله کوچک دیگری به صورت عمود به این میله متصل است. مجموعه آن از یک طرف به کمک این میله و از طرف دیگر به کمک یکی از پرهای ستاره میتواند طوری قرار بگیرد که انگار روی دو پا ایستاده است. اگر انسان گمان کند این شی در گذشته شکل و قواره هدفمندی داشته و حالا شکسته و اسقاط شده است، چندان راه دوری نرفته است. ولی به نظر نمی رسد چنین بوده باشد. دست کم هیچ نشانه‌ای دال بر این مطلب وجود ندارد. در هیچ قسمت از بدنه آن محل اتصال چیزی یا جای شکستگی خاصی دیده نمی شود که مؤید این مدعا باشد. به واقع کل این شی بی مصرف و در این حال در نوع خود کامل به نظر می رسد. از آنجا که ادرادک موجود بسیار چابکی است و گرفتن آن میسر نیست، نمیتوان دربارش مطلب دقیق تری گفت. ادرادک یا در بالاخانه یا راه پله، در راهرو یا در درگاهی خانه جا خوش می کند. گاهی ماه ها غیبش می زند. ظاهراً در این مواقع در خانه دیگران اقامت می کند. اما هر بار بی برو برگرد دوباره به خانه ما برمی گردد. گاهی موقع خروج از خانه وقتی می بینی که توی راهرو به نرده تکیه داده است، هوس می کنی با او سر صحبت را باز کنی. مسلماً کسی از او مطلب پیچیده‌ای نمی پرسند. همه با او طوری رفتار می کنند که انگار با بچه سر و کار دارند. البته قد و قامت کوچک او هم با چنین رفتاری جور در می آید. از او می پرسند اسمت چیست؟ جواب می دهد ادرادک. کجا زندگی می کنی؟ می گوید محل سکونت نامشخص و خنده سر می دهد. فقط آدمی بدون شش می تواند آنطور بخندد. خنده‌اش به صدای خشخش برگ‌های فرو ریخته می‌ماند. معمولاً گفتگو با او به همین جا ختم می‌شود. البته همین جواب‌ها را هم همیشه نمی‌توان از زبان او شنید. چرا که اغلب مانند چوبی که ظاهراً خود از جنس آن است، مدت‌ها خاموش می‌ماند. بیهوده از خود می‌پرسم بر سر او چه خواهد آمد؟ آیا ممکن است بمیرد؟ هر آنچه می‌میرد پیش از مرگ مقصودی پیش رو داشته و به کاری مشغول بوده و در راه همان کار و مقصود هم به نابودی کشیده شده است.
چنین چیزی در مورد ادرادک صدق نمی کند. یعنی او یک وقتی با رشته نخهای دنبالش پیش پای بچه های من و بچه های من کماکان قلقل خوران از پله ها به پایین خواهد غلتید؟ ظاهراً که آزارش به کسی نمی رسد. اما اینکه او پس از مرگ من هنوز وجود خواهد داشت تصوری است که مرا آزار می دهد.